اولین بار به ایران میام و محو زیبایی شهرهای تاریخی ایرانم. مردم اروپا توصیه میکنم حتما به ایران زیبا سفر کنند. اولین شهر خشتی جهان که در سازمان جهانی یونسکو ثبت شده. اشتراکات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای آسیایی باعث شد تا یزد به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو مجمع گفتگوی آسیا ACD در سال 2024 انتخاب بشه. یزد ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی بی‌نظیری داره و میتونه از مزیت پایتخت گردشگری کشورهای عضو ACD استفاده کنه تا گردشگران زیادی را به ایران بیاره. این شهر ظرفیت‌های بالایی برای سفر گردشگران و سرمایه‌گذاران اندونزیایی به ایران رو داره. شهر یزد خواهرخوانده شهر بخارای ازبکستانه. انتخاب شهرهای مقصد گردشگری کشورهای عضو مجمع گفتگوی آسیا با هدف جذب سرمایه‌گذار انجام میشه. رویدادهای متعددی در این سال برگزار خواهد شد. آشنایی سفرای کشورهای عضو با ظرفیت‌های گردشگری، میزهایی رو در واقع تشکیل داده، میزهای اقتصادی و فرهنگی و ارتباطات مستقیم و رو در روی رو بین سفرا و سرمایه‌گذاران استان یزد در واقع تشکیل میدیم. ما شاهد حضور ملیت‌های عضو مجمع گفتگوی آسیا در استان یزد بیشتر خواهیم بود. به گفته مسئولان گردشگری استان یزد 776 مراکز اقامتی و گردشگری در حال بهره برداریه و 69 واحد هم مجوز ساخت گرفته با هدف جذب سالانه بیش از 3 میلیون گردشگر داخلی و خارجی. طبق سند چشمانداز 1404 ایران باید با جذب 20 میلیون گردشگر خارجی سهم خودش را از بازار گردشگر جهانی به 2% برسونه و از این مسیر 25 میلیارد دلار برای کشور درآمد کسب کنه. 11 ماه در واقع اخیر بیش از 5 میلیون و 900 گردشگر خارجی وارد ایران شد، نزدیک به 6 میلیون و این نسبت به بازه همزمان سال گذشته بیش از 55% رشد داشته. به گفته مسئولان گردشگری حضور گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ما در گرو معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران و اطمینان بخشی برای حفظ سرمایه‌های اونهاست. نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.